قرآن از حرف عبارت است. پس این خود دلیل قطعی است. قرآن عبارت از حرف است و هیچ اختلاف بین مسلمانان نیست که هر کسی که سوره، آیت، کلمه حرفی از آن که در آن اتفاق از انکار نامد کافر می شود. و این نقطه گفتم دلیل قطعی است که قرآن از حرفها، کلمه ها و آیات ها عبارت می باشد. یک کتاب مرتب ترتیب شده آشکار است. پس قرآن که حرفها و کلمه هاست، چون یک مؤلف رحمت الله علیه گفتن بر این 8 دلیل آوردن اینکه قرآن از حرف و کلمه ها عبارت است. 8 تا دلیل آوردن. یکم کافران گفتن که آن شعر است و شعر گفتم چی است؟ عبارت از حرف ها و کلمه ها است که بعد شعر به شعر تبدیل می شود، شعر می شود. و الله سبحانه و تعالی منکران قرآن و کسی که قرآن را انکار کرد با آوردن مانند آن دعوت کرده. اگر آن حرف ها و کلمه ها نمی بود این دعوت معنا نداشت. خیر میگن نیست دعوت الله آنها را که مثل آن بیارید، چون دعوت با چیز ممکن است که معلوم و شناخته شود. و الله سبحانه و تعالی خبر داد که قرآن بر آنها تلاوت می شود. اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، هنگامی که آیه های بینات واضح روشن بر آنها تلاوت کرده شود. قال الذين لا يرجون لقاءنا، میگویند آن کسانی که امیدی بر رحمت ما ندارن، بر روز آخرت ندارن، بر سوگند ندارن، امید نداره، میگویند. بارک الله فیکم. پس بگو آنچه گفتم قرآن غیر این بیار و اینو تغییر ده. الله گفت بگو حق ندارم آن را از جانب خود تغییر دهم. من فقط از آنچه پیروی میکنم که بر من وحی می شود و با پروردگارم اگر نافرمانی کنم عذاب روز قیامت برای من خواهد رسید. پس تنها آن چیز تلاوت می شود که از حرف ها و کلمه ها عبارت است. و الله سبحانه و تعالی خبر داد که قرآن در سخنهای در سینه های اهل علم حفظ شده است. قرآن در سینه های اهل علم حفظ شده است و در لوح المحفوظ نیز نوشته شده است. بل هو آیات بینات، بلکه او آیه های بینات واضح و روشن است که فی صدور الذین اوتوا العلم، در قلب های آن کسانی که بر آنها علم داده شد گذاشته می شود. و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، و کسی بر این آیه ما انکار نمیکنه مگر ظالم ها. انه لقرآن کریم، بدوزی این قرآن کریم است. فی کتاب مکنون، در کتاب محفوظ، در لوح المحفوظ نگاه داشته شده است. لا یمسه الا المطهرون، کسی را دست نمیزنه مگر پاکدامنان، مگر پاکان ملائکه هستند. و در حدیثی که رسول الله خبر داد من قرأ حرفا من کتاب الله، اگر هر کسی که حرفی از کتاب الله را بخواند فله به حسنه، برای حسنه و پاداش است. و الحسنه بعشر امثالها، وقتا حسنه این پاداش 10 برابر داده می شود. لا اقول، نمیگویم الف لام میم حرف، نمیگویم که الف لام میم حرف است، ولیکن میگویم الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکه میگویم که الف حرف است و لام حرف است و میم حرف است. روایت ترمذی، در سنن ترمذی روایت شده است تحت رقم 2910. و گفته ابوبکر و عمر اعراب قرآن، خواندن قرآن برای من از حفظ بعض حرفای آن مهمتر است. گفتند برای همین حفظ قرآن توصیه داده می شود، ولی که تفکر و تدبر در آن چیز لازم است. تفکر و تدبر در آن چیز است لازم است. بارک الله فیکم. و گفته علی رضی الله عنه را خوانده ما، هر کس که به حرف از آن کفر ورزد به تمام قرآن کفر ورزده است. و تمام مسلمانان اجماع دارند، چون که مؤلف نقل میکند که هر کس که سوره آن را، آیات آن را، کلمه آن را، حرفی از آن را که در مورد اتفاق نظر از بین علما انکار نمود کافر می شود. علیه بالله. پس شماره سوره های قرآن 114 هست که 29 تا از این سوره ها با حرف مقطعه نازل شده است.